سلام به همگی، به چنل من خوش اومدید. تو این ویدیو قراره بهتون یاد بدم چه جوری اپلیکیشن ریاکت رو مثل آب خوردن بهینه سازیش کنید و لذت ببرید. پس آخر این ویدیو همراه من باش. برو بریم. خب بریم ببینیم برای بهینه سازی عملکرد اپلیکیشن ریاکتمون چه کارایی باید انجام. قدم اول ما باید از ممو استفاده بکنیم. یعنی چی؟ ریاکت یه قابلیتی داره به اسم ممو. حالا من جوری که تو حالت عادی از یک کامپوننت میشه استفاده کرد اینجا بهتون نمایش میدم. ببینید یه یوزر کارت داریم که خیلی نرماله و هر بار کامپوننت والد این یوزر کارت ما رندر بشه مستقیم روی این کامپوننت فرزند تاثیر میذاره. خب حالا ما باید چی کار بکنیم؟ ما باید از ممو استفاده بکنیم. ممو چیه؟ ممو میاد کامپوننت ما رو درون خودش قرار میده و از رندر شدن اضافی جلوگیری میکنه. حالا چه جوری؟ ما اینجا دارید میبینید یه یوزر کارتی داریم و خب این یوزر کارت یه پراپی داره به اسم یوزر. ممو میاد چی کار میکنه؟ ممو میاد میگه هر موقع ای کامپوننت پراپتو تغییر کرد تو حق داری ریرندر بشی. یعنی این یوزر تغییر کرد به ریرندر شدن اجازه میده، میگه اجازه داری. ما کد درستش رو بخوایم ببینیم اینجا هست. میبینید نحوه عمل کردنش و استفاده کردنش چجوری. خب اینو ما یه جوری دیگه هم میتونیم استفاده بکنیم. تو اون اکسپورت دیفالتی که داریم انجام میدیم یوزر کارت رو داخل ریاکت دات ممو قرار بدیم. پس متوجه شدید ریاکت ممو برای اینه که کامپوننت ما از رندرهای اضافیش جلوگیری بشه و وقتی که پراپسش تغییر کرد راحت رندر بشه و ما بدونیم اون کامپوننت با چه هدفی داره تغییر میکنه. این از این. قدم دوم، حالا یه هوکی داریم مثل همون ریاکت ممویی که داشتیم، اما این هوکه، یعنی اون برای کامپوننت ها استفاده میشد و یه رپری بود برای کامپوننت که دور کامپوننت ما قرار میگرفت. اما یوز ممو اینجوری نیست. اسمش یکم شبیه و واقعا هم عملکردی شبیه ممو ریاکت ممویی که تو اسلاید قبل بهتون نشون میدادم داره، اما با یک تفاوت. یوز ممو برای دیتا ها استفاده میشه. اینجا رو ببینید ما یک آیتمی داریم خب که این آیتم میتونه 1000 تا آبجکت باشه، آرایه‌ای از هزاران آبجکت. ما چیکار کنیم؟ ما همینجوری بیایم ردیوس بزنیم، بیایم فیلتر کنیم و عملاً عملکرد و بهینه‌سازی اپلیکیشنمون برامون مهمه. خب نه، این اشتباهه. شما حالا مثلا فکر کنید 1000 تا آیتم داره، حالا 1000 تا هم داریم زیاد میگیم ولی خب شما فکر کنید میخواید یه فرآیند محاسباتی رو این انجام بدید، یه فیلتری بزنید، نمیدونم یه سری دیتاهای لوکال دارید میخواید با یه تکست فیلدی فیلترشون کنید و خب اینجاست که یوز ممو به کارتون میاد. یوز ممو چی کار میکنه؟ اینجا رو ببینید. ما اونجا یه آیتمی داشتیم که داشت ردیوس میشد. خب این حالا یه آرایه از آبجکت هاست مثلا که داره ردیوس میشه یا هر چی. خب ما اینور اومدیم اینو داخل یوز ممو قرار دادیم. یوز ممو حالت شبیه یوز افکته، یعنی شما دقت بکنید شما رو یاد یوز افکت میندازه. اینجا یه دپندنسی داره، دو تا پارامتر میگیره که اولیش یه دونه ارو فانکشنه و دومیش هم یه آرایه‌ایه که داخلش دپندنسی ها قرار میگیره. شما اینجا ببینید اومده گفته ای تابع عزیز بیا این فرآیند رو ریترن کن برای من. خب حالا یوز ممو چی کار میکنه؟ توی اینجا روی هر رندر این کامپوننت، خب این کامپوننت عزیز میتونست این فرآیند محاسباتی دوباره انجام بشه. یعنی یه چرخه بی پایان که اصلا سنگین میکنه پروژه رو. عملا متوجه میشه کاربر وقتی یه فیلتری بخواد انجام بده یه همچین چیزی باشه. شما نگاه کن اینور اومدیم داخل یوز ممو قرارش دادیم. این یوز ممو حالا چی کار میکنه؟ خب داخل این متغیر حساب کتابا رو انجام میده و میاد حالا آرایه از آبجکت هر چی که هست و داخل این متغیر و تمام. هر بار این کامپوننت رندر بشه یوز ممو میاد میگه من اهمیتی نمیدم، آیتم من هنوز ثابته، تغییری نکرده. من فرآیند قبلیمو انجام دادم، محاسبه هامو انجام دادم و دارم این آرایه رو به تو برمیگردونم. تمام. مثلا دیدید خیلی راحت بود. پس چی شد؟ جمع‌بندی نهاییش بکنیم یوز ممو رو. برای یک سری محاسبات، مثلا محاسبات پیچیده هر چی استفاده میشه، میتونه آرایه، اری آبجکت و یا آبجکت برگردونه و چیزی که برمیگردونه یک فانکشن نیست. گفتم که آرایه است و اری آبجکت و آبجکت میتونه اینا باشه. و یه
دپندنسی داره. حالا میتونه هر دپندنسی باشه. آقا این متن تغییر کرد، این استیت تغییر کرد، خب میتونه اینا باشه. پس خیلی راحت از یوز ممو میگذریم و متوجه شدید. امیدوارم که متوجه شده باشید. اگه متوجه نشدید دوباره از اول گوش کنید و این مبحث جذاب هم یاد. بریم قدم بعدی. بریم دیگه. قدم سوم، یوز کالبک. یوز کالبک یه چیزی شبیه یوز ممو اما با عملکرد متفاوت. خب اینجا رو ببینید، یه فانکشنی داریم به اسم هندل دیلیت. این تو دو لیست ما اگه رندر بشه، خب این فانکشن دوباره کرییت میشه، یعنی دوباره میاد این فانکشن رو میسازه. یعنی هر بار که رندر میشه میاد دیگه خب هندل دیلیت این، هندل دیلیت این، در صورتی که اصلا هندل دیلیت ما تغییری نکرده. این بنده خدا تغییری نداشته. خب حالا ما نمیتونیم که اینجوری به این بفهمونیم، میایم از یوز کالبک استفاده میکنیم. اینجا ببینید ساختار شبیه یوز افکت، یوز ممو، دپندنسی میگیره و اینجا یک فانکشن تو ورودیش میگیره، با این تفاوت که یوز کالبک تابع برمیگردونه. و الان دیدید ما این هندل دیلیتمون آیدیه که داره از پارامترش میاد، تغییری آنچنان نیازی نیست بکنه. اسم وریبل هم که اصلا عوض نمیشه. پس چه نیازی داره رو هر بار رندر شدن بیایم ما اینو دوباره ایجاد بکنیم؟ خب از یوز کالبک استفاده میکنیم و کارمون رو هندل. اینم آسون بود، یعنی چون حالا ما مباحث قبلی رو پیش رفتیم، اینا نمه آسون میشن و قابل درک‌تر میشن تو ذهنمون. بریم موضوع بعدی، استفاده از لیزی. نمیدونم تا حالا 100% باید بهش برخورده باشید. پروژه ریاکت وقتی دارید استفاده میکنید یک نوع ایمپورت هایی هست، یعنی با سری کامپوننت ها رو این شکلی ایمپورت میکنید که اگه این کامپوننت سنگین باشه اشتباه محضه. یعنی تو فکر کنید یک کامپوننت با حجم محاسبات زیاد و با چیلدرن های زیاد و مثلا چندین تا API داره داخلش گت میشه و این کامپوننت سنگینه، ما بریم همینجوری ایمپورتش کنیم بنظیمش تو صفحه، واقعا اصلا اشتباهه. خب میایم به جاش از راه حل درست ریاکت لیزی استفاده میکنیم، به صورت لیزی ایمپورتش میکنیم و اینو داخل ساسپنسی میذاریم. خب این ساسپنس چی کار میکنه؟ تا موقعی که این کامپوننت کامل لود نشده یه لودینگ میندازه تو این فایل بکه. میبینید خودش گفته لودینگ 3 تا نقطه و این یه جورایی لیزی لوده. خب اما برای کامپوننتمون و میتونم بگم 40% سرعت سایت رو میبره بالا از لیزی استفاده کردن. استفاده نکردنش 40% سرعت سایت رو کاهش میده و اینا رو حواستون خیلی باشه، مهمه، واقعا تو پروداکشن خیلی مهمه. خب این هم شده از ریاکت لیزی. پس ما میتونیم لودینگ هم اضافه کنیم. بریم بعدی که مبحث آخره و یه چیز خفنی رو میخوام حالا بهتون بگم تو این زمینه، شاید هم شنیده باشید، اگه هم که تازه کارید بدونید بد نیست. لیزی لودینگ اسم شبیه قبلیه. خب یه توضیح ریز بدم. ما یک صفحه HTML داریم، داخل این یه سری کار دارن. خب اینجا هم چیزی نیست، قابل اسکرول مثلا. خب اینجا هم یه تایتلی میذاریم. در واقع تعداد کاردهای ما خب مساوی 566 تاست. مثلا 566 تا ما کارت داریم، خب یا همون کارت. میخوایم این 566 تا رو به کاربرمون نشون بدیم. یه راه داریم کل این 566 تا رو از سرور بگیریم، خب که درخواستمون خیلی طولانی میشه و این یکم اصلا نادرسته، یکم رو ولش. خب ما 566 تا کارت رو داریم، چند تا حالت داره. میتونیم بگیم آقا تو این فرآیندی که من انجام دادم کلیک کردم مثلا روی دکمه لود مور، بیاد کاردهای بیشتری رو لود بکنه. بذارید من اینجوری توضیح بدم. ما تو حالت اولیه میگیم آقا مثلا 6 تا، میتونه 20 تا هم باشه. خب یعنی دیفالت کانتایی که ما باید نشون بدیم از اون کارته، یعنی کارت های پیشورزی که باید نشون بدیم، مثلا از کارت 1 الی 6. خب ما میگیم از کارت 1 الی 6 رو بگیر و نشون بده و اسکرول شد یا دکمه لود مور زده شد، بیا از کارت 7 تا مثلا 12 رو بگیر و اضافه کن به این و همینجوری این روند ادامه دار میشه. اینجوری بهتره، اینجوری بهتره یا اینجوری؟ خب 100 این بهتره. خب ما این ریکوست ها رو میفرستیم سمت بک اند و دیتا ها رو تیکه تیکه میگیریم و نشون میدیم. به این میگن لیزی لودینگ. یعنی دیده باشید تو اپلیکیشن هایی مثل اسنپ و دیجیکالا میرید همینجوری دارید میرید، یهو میبینید خب رسیدید به ته، کارت دوباره اضافه شد، محصولات اضافه شدن. به این میگن لیزی لودینگ. امیدوارم مفهومو درست بهتون رسونده باشم.
و درک کرده باشیدش. اما اگه احیانا هم درک نکردید و متوجه نشدید اشکال نداره، کامنت بذارید، من 100% جوابتون رو میدم و خب دشواری نداره عزیزان. اینم از لیزی لودینگ که مطلب آخر این ویدیومون بود. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و خوشتون اومده باشه. لایک فراموش نکنید، کامنت هم حتما بذارید، انرژی میده به من. و اگه سوالی هم دارید حتما تو کامنت ها بپرسید، من جواب میدم. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه هم بودید. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.